انا ها برادرم چه خیلی؟ 100% اکا جان خطر چه خیلی؟ خوبم کار برو چه خیلی اکا جان؟ هجری یافتین؟ هجری رو یافتم کارم کمی دراز میکشد و فکرم زمین سبب گفتم که در این محله خانه اجاره گیرم. مشکل تو یگان اجاره ده شناس داری؟ چند ساله؟ بسیار نمیمونم برادر، یعنی 2 هفته یکی 15 روز. اگر کارم نشود میمونم بیستم. اکا جان شکر خدا گوید که با من روبرو شدید. آدم خوشبخت بودید. کارتون حالا اکا چه خیلی خانه مقولایتونه؟ یگان خانه باشد که زندگی کرده شود. آنقدر خانه با دبدبه نمیخواهم. شرایطش خوب باشد میشود. رختی خوب داشته باشد. نشد اگر کلپه و کلپشه داشته باشد قبول. خانه به چیز شورا میفورتونه؟ بله میشود. از شودور باشد میشود. تمام. تقدیرتون بلندی کرده که من در رکلام اگنس کار میکنم. یک خانه لوکس هست. باورم نمیآید. برای چی باورت نمیآید؟ من بطره دروغگو؟ استغفرالله. من در حیاتم دروغ نگفتم. دروغگو را خدا میزند. انا پیشکی گفتم اونم که 2 هفته اینه نمیدید. کمی کم 1 ماه. حق خدمت من 200 سوم. اینش میشود. یک خانه را بگی. خانه را؟ حاضر شما صاحب خانه و در بشه شوکتی بیچاره باشه در کوچه میمونه. نفهمیدم. نفهمیدگیت خوبه. خیر رفتیم خانه را بینیم. در این محله همخی خانه لوکس یک دیگه نیست. قصر که میگفتگی انمی نسکه. خانه انمی قدر میشود اکا جان. باد و هوایش تازه و آزاده، در اول بویش وزبین است، بعد عادت میکنه. انا اونجا از تریزه منظره های زیبا رو ببینید. انا برادر تمام شیرفروش ها رو میبینی. یک دود میزنی اکا خودشون به پیش میبینن شیرفروش ها. زمستانش گرمه، تابستانش خنک اکا. 5-6 ماه 20 عادت میکنه. برادر من اینجا زیاد نمیمونم آخر. 2 هفته گفته بودی. روز مرحمت اتاق دیگری رو بینیم اکا. کم شوی. مرحمت اکا. این چیست برادر؟ لوکس هم خیلی اوخی اکا. آی برادر این خانه بسا اشیا داشته هست اکا جان در این خانه نسکه هم هست. تمامی چی آف میشه با چی میفورد اوخی اکا جان اکا بس بینی تا سرز عیب اوخی چخار نفس کش باد و هوایش بوی بهار میکنه. راستی گب اکا پیش خود چند دخترها اومدن معلم اومدن ندادیم شون. من شرطنامه بند هستم. شرطنامه؟ گب نیست اکا بیار شرطنامه را میبندم شد. اکا جان بس است اکنون 1-2 نفسی چقار کش عادت میکنی. نفس کش مورد جواب تا میتیم. بینیم محکم شده. وای من اکا این بوی طبیعت اوخی. در این محله خانه بهترین انا همین است. بین 40 متر پایان صدیق در برش لیمپوپو از طرف راست مسجد در پشت مسجد خانه هجری شون. یعنی میشود که اینجا رو خوب تازه کنیم زندگی کردن ممکن است. علنی نرخش چند پول میشود؟ 500. کمتر ارزان نمیکنی؟ طوری نمیگیره که یا تجربه هم بته که بعد اول میگم میبینن خانه دزینفکت میکنن. اکا جان این خانه برای شما مبارک شود. سلامت باشی. خدا رو Закрыв глаза, тебя как обнимаю. А мы над пропастью знаем, не замечая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Как изменился это я уже не знаю. این چی خواب بزن؟ اکا حساب بستم وقت سلودن شده اصلا اگه قوقش برای ما مایده شده. Нам разлетаться пора. Уже конец января. И вот я молча стою. 5000 Мы просыпаемся. خودم کور نیستم دیدیستم. برادر این چی است؟ مگر ما 5000 خوردیم. 5000 اکا. تو چی حساب همه رو در من نوشتی؟ ای برادر تو مگر اخلاق رو خوردی در 5000 من 10 سال زندگی میکنم. یک آدمی با غرور رو بینم در قیمت حساب میکنم. 1 دقیقه اکا. اخلاق کم تخصیصی کنی در بلود میشننی سه خوب سه خولی میکنم. در اینجا چی گفت؟ برای استاد ناراضی کرده شده. من با اجازه شما یک گوجه خانه رفتم. چون اینجا بیا.
برادر آرام شاید یک دقیقه بانکمت پول گرفته اومده پرداخت میکنم چه آدمه تمرکز گیر پس گپ میزنی ها ای برادریست تو من رفته پول گرفتم میبینم اسکپ طرف ای برادر وضعیت ما رو هم فهمید من در برام اینقدر پول ندارم خیال کردم طرف خونه شما ارزون است با یک برادرم زنگ میزنم پول رو گرفتم میارد میشه خیلی چیکار کنم مایلش دوملوی مسجد رو باور نکنیم کی رو باور میکنیم تشکر سلامت باش دوملو ما رو ببخشید و مانند شما یک دوملوی محترم با این خوتیک چی علاقه دارید نفهمیدم من خوتیک برادر در میگه پی گفتگی جواب میتی دیده پیش بیا بابوی اکرم یا همون چوه $500 بله نوشی جانت نمورده نوشیدیم ده بخدو مزه چکری میکنه تو و دامولازیا بسیار دوست قرین هستید ها؟ بله دوست کودکی هستیم چنان دوست نزدیک هستیم که از روی این دوستی من برای اون کس دیگر دوست شدن نمیخوام اکرم سگره آدم خوب اینه که بسیار خوب این دوستی ها رفیقی ها بسیار مقدسند اگر دانید بله بسیار مقدس است میدونم که نه مقدس کاری گبزن تو با چکار مشغول هستی؟ راستی من چخیل بگم یک وقتا سمبوسه فروش بودم چنان کارو برامون اوج گرفته بود که در پشت سمبوسه خونه مردم نوبت می ایستاد به همین خداکای دوستاسیسکگا تجارت ما را کشت با مرور زمان سمبوسه 5 سومه برآمد سمبوسه 1 سومه ما رو دیگه هیچ کس نخرید سمبوسه ما رو سیگاب اوریجینال بود خلاص راه دیگر تجارت را پیش گرفتم در این تجارت هم را سیگاب فریب خوردم اگر در یادتان باشد مهر بیزنس میگفتن که چه پول مالی داشتم همه تجارت سرش خورد بعد راستی گپ حاضر بیکارم ماشاءالله یگان کاری نمونده است که تو نکرده باشی بله در همه کار چند ساعتی کار کردم این حیات مبارزه است باید که مبارزه بله حاضر جای کار گفته ایستادم یک دوستم قرض دارم شب و روز در فکر آنم که قرضهایم را چه پرداخت کنم شبها خوابم نمیبرد و کمتر پیش گفته بودی که کار جستجو دارم بله کار میکنم حجت رانندگی داره؟ بله دارم سمالیات رو حتی های میکنم بابا اکرم خیلی خوب انا گوش کن من در این خانه بسیار غمگین میشوم میخواهم بعضا با ماشین سوار شده یک شهر را سیر کنم انا بسیار بودن ماشین ها از طرف دیگر پیری به این مانع میشود میگویم که به شخصی که شیر انسان خورده است ماشین را تسلیم کنم او باشد رانندگی آن ماشین را کند من باشم با آن ماشین سیر و سیاحت کنم به خدا فکری عالی جناب کردید من یک رفیق دارم شیر قاق خوردگیه نه تو من؟ بله رانندگی را قبول میکنی؟ من؟ بله آخی من چه قبول نکنم قبول میکنم به خدا شما شوخی نکردید مرا عروسی کن قبول میکنه بله به خدا من از خورسندی چیکار کردم را نمیدونم بیا دستتون رو یک بوسه کنم خرکاری بکنی رحمت یکی در حیاتم میکنه روزی بهترین یکم بار دیدم اما یک شرط دارم چی شرط؟ در این خانه در خانه بیرون میستی یعنی شخصی را که در خدمت من است هر زمان در پیش چشمم دیدن میخواهم معاشت را خوب میدیم تو هیچ خواطر نشو این خیلی نگویید استغفرالله آقای اکرم
تازه رفته لخ پرما میورم. نه اول رفته یک دو دوره شهر را سیر کنیم بعد اومده میکوچی. بسم الله الرحمن الرحیم. شما خواهید من شما را پشتواره کرده میگردونم در شهر. بسیار خوب. برم پرامو گیرم بیارم. زود باش. رو انتظار هستم. چه برم؟ برآمد از آنجاست آنجا. برآمد را گم کردی. چون پول را شمیدی راحت را گم کردی. بیشرف همین چی سیگنال میتی؟ کجا سر ما حیوان؟ هر تربیه نداره میگی رهی پدرش باشه. خدا اولید کنید بزنیم مایده شوید. بخشش بابای اکرم عصبم رو ویرون کردی حیوان اخیر. از پیش این خدر ماشین بسیار است و باشه سیگنال میدید. افسوس که توقع نبودم ده. اگر نه حال شمیدی. خای چرا انتظاری؟ چیکار کنم؟ چرا انتظاری میگویم؟ مرا هم به غضب آورد. چرا مسخره کرده ایستادین؟ گازده چرا مسخره کردنش را بفهمد؟ به خدا بشوخی؟ به خدا که قسم. اینطور باشد کپای مردک دود کرد. بابی اکرم گوش کنید. تسمه بی خطری را بنده. کلمه ما عرضه کنید. خدای سر بایی مرا به حالم بذارید. من که از شما خلاص میشم. روید از پیش من. خطا گفته. از شما نه از تو. دومولوزیا با موی اصلی رفت. خورسن میشه. تنها هستم. نابودش. رود دور شود. دیگر نآید. او ساختکار است. دیوانه. این آدم کیست؟ چرا درباره داماد من این خیلی گپ میزند؟ بابی اکرم این آدم 99% بیاخلاق. موقتی دومولوزیا شوخیش میکردیم برای همین گفتستن. این بیچاره را ماشین مردکشک 126 بار زد. این جایی که به هم ماشین مردکشک برنمش. خدا قبول کند. دیوانه همه شده. وقتی گذاشتن ما چراغک او خدر سرخ نبود به خدا. چراغک را اون آدم سرخ گذارد چرا که ما بیانات دهیم به خدایی نمیفهمم. همین طور؟ بله. عجیب. در حقیقت بسیار عجیب می نماید. چون که با بیانات داده راننده دیگر عریضه شما زید می براید. بنا میخواد دروغ میگه او آدم. چون که چراغ را شما سر گذاشته و به همسیف بیچاره من شما فشار آورده. آخر یا خدایا توبه شر نداشته در از او به ما فشار آورد. اما جلدیده ایمه دستک نزن. بخشش که عصبی شدم. تو راننده مرا دروغگو میگویی؟ بابی اکرم نوکی زبانم بسوز اگر من دروغ گفته باشم. آخر دوست شما دوست من است. راننده شما راننده من است. سردارم ما راننده داشته بود هستیم و این کمر بخبر گشتیم. لوین خاموش. میگویم که همین ماشینم رنگ زمین دوی من. خدا راست میگنی. جان تگردم بابای اکرم. شوکت؟ برادر تو در اینجا چی کار میکنی؟ ماشین رئیس رو تازه کردیستم. راننده خسرود شدم آخیر. با عرق جبین پول کار کردیستم. آخر چرا با من نگفتی؟ چرا با من نگفتی شوکت؟ چشم تو سنگ میکفونه برادر. خدا را شکر گفتی برادر صاحب جای کار شده است از تو پول طلب نمیکنه. بخیر است نمیگویی برادر. بخیر باشه شوکت. رحمت برادر جان. آخر شوکت تو ای برادر گوش کن. بس بدگی سمین نصیحت کنی. نه یک جای کاری حلال یافتیم. روز مومتی کار کنیم یا که برام قماربازی کنم. قماربازی برام. شوکت مگر من این رو گفته ایستادم. های دیوانه خونه رو چرا به اجاره دادی و به من نگفتی؟ خونه رو از کجا فهمیدی؟ دیشب رفتم. چرا رفتی؟ تو چرا با اونجا رفتی؟ خیر مالش با تو گپ زدن نمیشود. مرا گوش کن. آقای اکرم رو نرنجان با دقت باش. ای بیامون برادر چنان کار میکنم که تراکتور اگر خیلی کار کنه میشکنه. دینا روی 180 رفتی. خیر نباشه. شاجوخی خوبم. خودت رو احتیاط کن برادر. این مسخره باز. دوملا در باغ گل چیدن و شوکت ماشین ششتن و